السلام علیکم دوستان عزیز. کدام اشیا از ماست؟ اشیا همان وقت از آن ما است که آن را ما با خود به قبر برده می توانیم. حکیم چنین جواب می گوید: از خداست، در پیش ماست. یا اینکه نعمت خداست، امانت در دست ماست، دیر یا زود از ما می رود. باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.